صدای هشدار داور بلند گردید و رقابت دسته ها آغاز شد. دقیقه اولی رقابت عزیزبک با او کسی کمک کرده نمیتواند. سلطانوف در احاطه الکه فوتبال بازان میزبان قرار دارد. از نیمه راست میدان این کار او چگونه انجام بدهد؟ بهترین فرصتی مناسب بود برای خیلی ضربه قوی و امکانیت خوب را هم محیدین عادلوف استفاده کردن نتوانید. امیرجان سفرов حالا به سوی پیش حرکت میکنه. سفرov در احاطه دو نفر. سفرov رفتی بازی یک بار دیگر ثابت می‌سازد که در راست انا لحظه خیلی هم مناسب، فرصتی خیلی هم جالب و هیجان آور. با ادامه مبارزه باز یک حرکت محمد گلایف تغییرات وارد نکرد. خورشید و ساموئل آفاری از گانا کمک میکنند. 4 دفاعگرانی که حالا وضعیت رو باز در این موقع میتواند بازیگرانی دسته کوکتاش مشکل تر کنند و اکنون نتیجه در رقابت باز هم بعد ضربه علیشیر شکوروف تغییر یافت. حساب برابر شد 1-1. ما امکان داریم این حالت را یک بار دیگر ببینیم. این وضعیت و ببینید 4 نفر دفاعگر در منطقه راست است. از قسمت چپ کسی از بازیگران دسته روشن پیدا نگردید. سمت توپ را اختیار کرده بود. از این خاطر بسیار لحظه سیبو طاهر ملدوستوف طاهر در قسم دوم به میدان برآمد و واقعا هم در دقیقه 95 دیدار توانست که از خود یک مهارتی بالا نشان دهد و نتیجه را تغییر داد. یک گروه دیگر از منطقه شرق الکی باز هم یک فضای ایدانه و متنتن را طنین انداز میکنند. وضعیت در ثانیه های آخر چگونه به وقوع میپیوندد؟ آخرین ثانیه های آخرین حمله آخرین فوتبال بازانی دسته روشن. باز یک ضربه و باز هم نهایتا هم انا تنتنه انا ایدی فوتبال در کلوب شهر